طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، یک کودک 3 ساله احتمالاً در پی لطوکوب مادر-اندرش در ناحیه فیض‌آباد جان باخته است. حادثه 26 دکبر در دهه شهرمان فیض‌آباد رخ داده است. یک منبع در حکومت فیض‌آباد به رادیوی آزادی گفت با گمان لطوکوب و به مرگ رساندن یوسف جان خردسال مادر-اندرش بازداشت شده است. نظر این زن 31 ساله به قضیه معلوم نیست. منبع ما در حکومت فیض‌آباد گفت مادر-اندر طفل به حبس پیشگی گرفته نشد چون کودک 1.5 ماه دارد. مقامات او را بازپرسی دارند. جزئیات بیشتر درباره مرگ مرموز این کودک برای ما فعلا معلوم نیست و مقامات هم رسما چیزی نگفتند. همصحبت ما در حکومت فیض‌آباد گفت مادر-اندر یوسف جان به آن متهم می شود که این طفل 3 ساله را زده است و کودک بعد یک روز در راه به بیمارستان درگذشت. تحقیق اولیه نشان داده است که زن مشکل روانی ندارد اما با خوش‌دامنش جنجال می‌کرده است. مقامات هم از مشکل عائلوی این زن با خبر بوده یک مرتبه با آنها صحبت کردند. مرگ طفلان بعد شکنجه در تاجیکستان حادثه نو نیست. از جمله سال 2022 نیز یک ساکن شهر استرافشان برای لطوکوب و تا دم مرگ عذاب دادن طفل 3 ساله بازداشت شده بود.